سلام به همگی. تا حالا به این فکر کردید که چطور میشه یه جهش بزرگ تو زندگی حرفه‌ای یا شخصیتون ایجاد کرد؟ خیلی وقتا جواب ساده‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. یه دیپلم معتبر یا یه مهارت جدید که حسابی به درد بازار کار بخوره. امروز میخوایم با هم ببینیم چطور میشه به این هدف رسید. خب، سوال اصلی اینه. شما هم میتونید به راحتی دیپلم بگیرید؟ این سوالی که شاید خیلی از ما از خودمون پرسیده باشیم. یعنی واقعاً میشه این پروسه رو ساده‌اش کرد؟ بیایید با هم قدم به قدم جلو بریم و ببینیم این رویا چطور میتونه به یه واقعیت دستیافتنی تبدیل بشه. خب، بریم سراغ بخش اول. هدف شما، یک دیپلم. ببینید، اولین قدم اینه که هدفمون رو مشخص کنیم. همه ما میدونیم گرفتن دیپلم چقدر مهمه، اما بیایید به جای اینکه فقط به سختیاش فکر کنیم، ببینیم چقدر میتونه راحت و در دسترس باشه. میدونید یه دیپلم یا یه مهارت جدید فقط یه تیکه کاغذ نیست که بذاریمش گوشه کمد، درسته؟ نه. این دقیقاً مثل کلیده. کلیدی که میتونه درهای جدیدی رو توی زندگی شغلی و حتی شخصی ما باز کنه و مسیر زندگیمون رو به کل تغییر بده. خب، حالا که میدونیم هدف چیه و چقدر مهمه، سوال اینه که از کجا باید شروع کنیم؟ به یه راهنما احتیاج داریم، درسته؟ اینجاست که میخوایم با مجتمع آموزشی میرعلوی آشنا بشیم، جایی که قرار این مسیر رو برامون هموار کنه. خب، میرعلوی دقیقاً چیه؟ ببینید، این مجموعه خودش رو به عنوان یک مرکز تخصصی معرفی میکنه که کارش ارائه دیپلم‌های معتبر و مهارت‌های حرفه‌ایه. یعنی تمام تمرکزشون دقیقاً روی اینه که شما رو برای موفقیت در بازار کار آماده کنن. هدف اصلیشون همینه. خیلی هم عالی. اما مسیرهای موفقیت یعنی چی دقیقاً؟ بیایید بریم تو جزئیات و ببینیم چه رشته‌ها و مهارت‌هایی رو میتونید اونجا یاد بگیرید. یعنی در عمل چه انتخاب‌هایی روی میزه. یه نگاهی به این لیست بندازید. تنوع رشته‌ها واقعاً جالبه. از نقشه‌کشی و حسابداری و کامپیوتر گرفته تا هتلداری، طراحی وب، گرافیک و گردشگری. یعنی فرقی نمی‌کنه علاقتون فنی باشه یا هنری یا خدماتی، به احتمال خیلی زیاد یه گزینه مناسب برای خودتون پیدا می‌کنید. این خیلی نکته مهمیه. اما داستان اینجا تموم نمیشه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست. علاوه در دیپلم رسمی، این مجموعه روی مهارت‌های حرفه‌ای و ویژه بازار کار هم تمرکز جدی داره. چیزایی مثل ICDL، فتوشاپ، برنامه‌نویسی یا حسابداری ویژه بازار کار. اینا مهارت‌هایی هستن که وقتی وارد بازار کار میشید، واقعاً به دردتون میخورن و رزومتون رو خیلی قوی‌تر میکنن. خب، تا اینجا همه چی خوب به نظر میرسه. اما وقتی میخواین یه مسیر آموزشی رو انتخاب کنیم، اعتبار اون مؤسسه حرف اول رو میزنه، درسته؟ پس بیاید یه نگاهی به سابقه‌شون بندازیم تا ببینیم این اعتماد از کجا میاد. این تایملاین رو ببینید. داستان از سال 1382 شروع شده. 4 سال بعد، یعنی سال 86، مجوز رسمیشون رو از سازمان فنی و حرفه‌ای گرفتن که این خودش یه مهر تایید خیلی مهمه. بعد میرسیم به سال 2015 و گواهینامه کیفیت ایزو 9001 که یه استاندارد بین‌المللیه و همینطور جلوتر اومدن و مجوز نشر دیجیتال و اعتبارنامه برای پلتفرم آنلاینشون رو هم گرفتن. این روند نشون میده که قدم به قدم و به صورت کاملا رسمی رشد کردن. خب، حالا که رشته‌ها رو دیدیم و از سابقه‌شون هم تا حدودی مطمئن شدیم، میرسیم به قسمت اصلی ماجرا. من اگه بخوام شروع کنم، قدم بعدی چیه؟ چقدر این فرایند ساده است؟ معمولاً 2 سوال از همه مهمتره. چقدر طول میکشه و چقدر هزینه داره؟ جوابشون خیلی شفافه. برای زمان بین 4 ماه تا 1 سال که بستگی به رشته‌تون داره. برای هزینه هم چیزی بین 3 تا 5 میلیون تومان. اینکه از همون اول این اطلاعات رو به صورت شفاف میدن خیلی به برنامه‌ریزی کمک میکنه. و اما خود مسیر، ببینید چقدر ساده طراحی شده. 4 قدم بیشتر نیست. اول از همه یه مشاوره کاملا رایگان میگیرید تا با چشم باز تصمیم بگیرید. بعد برنامه ایدئال خودتون رو انتخاب میکنید. سوم، تحصیلتون رو شروع میکنید و در نهایت مدرک رسمیتون رو دریافت میکنید. تمام. هیچ مرحله پیچیده و گیج کننده‌ای وجود نداره. میدونید آینده ما با همین تصمیمای کوچیک ساخته میشه. همه این اطلاعاتی که با هم دیدیم به یک اقدام ساده ختم میشه. اون اولین قدمی که شما برمیدارید مهمترین قسمت ماجراست.
و این جمله به نظرم خلاصه همه چیزه. کمک به شما و ارائه مشاوره رایگان برای دریافت دیپلم. این نشون میده که هدفشون فقط فروش یه دوره آموزشی نیست، بلکه واقعاً میخوان به شما کمک کنن و در این مسیر راهنماییتون کنن. برای همین هم کار رو با مشاوره رایگان شروع میکنن. خب برای شروع آماده اید؟ اگه حس می‌کنید این مسیر میتونه برای شما مناسب باشه، ساده ترین کار اینه که از مشاوره رایگانشون استفاده کنید. هیچ تعهدی هم براتون ایجاد نمی‌کنه. فقط کافیه به شماره واتساپی که روی صفحه می‌بینید یه پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. این اولین قدم میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه.